اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران، شعبان ماهی آمادگی بر رمضان است. اینجا من چند نقطه را ذکر کرده می‌گذارم. اولین نقطه این است که باید هر یکی ما آمادگی ایمانی و عبادتی داشته باشیم. توبه صادقانه کردن و از گناهان دست کشیم. دعای بسیار اللهم بلغنا رمضان را ذکر کنیم، یعنی ای بار الها ما را به رمضان برسان. در شعبان بسیار روزه بگیریم، بسیار قرآن کریم خوانیم، نصف های شب برای قیام اللیل و تهجد از حاضر نفس خود را امر کنیم و اینچنین به ذکر الله سبحانه و تعالی همیشه زبانمان را ترک کرده نه به غیبت و سخنچینی مشغول باشیم. دومین نقطه این است که آمادگی علمی است. در این ماه باید درباره روزه معلومات گیریم. خواندن کتاب‌هایی که دل را ملایم و از غفلت بیدار می‌کند آن را بخوانیم. گوش کنیم امر معروف‌ها درباره پیشواز ماه رمضان را. اینچنین سوره های از یاد کرده امان را تکرار کنیم. سومین نقطه این است که آمادگی برای دعوت. برادران و خواهران، آماده کردن یک چند موضوع برای دعوت در رمضان کوشش کنیم. اینچنین در نشست‌های علمی برای آمادگی رمضان حرکت کنیم. دیگران را به آمادگی تیاری بر رمضان دعوت کنیم. نوشتن مقاله ها و تشکیلات مسابقات علمی را در ماه رمضان تیار بکنیم. و دیگر نقطه این است که آمادگی عائلوی کرده باشیم. همراه خانواده درباره چگونه ایمان را زیاد کردن صحبت کنیم. همراه فرزندها، همراه نبیرگان نشسته صحبت داشته باشیم. اینچنین نشست ایمانی هر روزه همراه خانواده برای سببگاری همدیگر در کار خیر گردیم. و پنجمین نقطه این است که آماده کردن خواهشات و نیت‌ها. آماده کردن خواهشات و نیت‌ها این است که در حیاتمان صحیفه نو گشاییم و آن را آلوده گناهان نکنیم. روزهای رمضان باید از دیگر روزهای عادی فرق داشته باشد، یعنی در طاعت و عبادت کوشش کنیم. نمازهای 5 وقته را با جماعت در مسجدها ادا نماییم. روزه خود را با سخنها و عملهای بیهوده آلوده نکنیم. دل را از هر پلیدی و چرکینی گناه تازه نماییم. از حال حاضر و عملهای صالح کوشش کنیم تا که در رمضان ما از جمله فائزان باشیم. آخرین نقطه این نقطه ششم است که آمادگی مبارزوی می باشد. باید هر یک ما نفس را با برداشتن سختی و وزنینی ها عادت کنانیم.
مشق کردن بر مبارزه زبان، شکم، شهوت و شیطان حرکت نماییم. نفس را به صبر کردن امر کنیم، زیرا در ماه رمضان صبر کردن به هر یک انسان آسان نیست. هر روزه عملهای خود را حساب کتاب کنیم. این بود برادران و خواهران آمادگی به ماه رمضان. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که اللهم بلغنا رمضان، به هر یک ما رمضان را برساند و عبادت کردن را در این ماه مبارک نصیب هر یک ما گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.